خوابتو کنترل کن. سلام، من ردویل هستم. به کانال من خوش اومدید. من در این کانال ویدیویی در مورد ماورا طبیعی میسازم. پس اگه از این جور ویدیو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریشم بزنید. و اگه کامنتی چیزی هم داشتید زیر همین ویدیو برام بنویسید. اول از همه باید بگم این آموزش خیلی خفنه اگه درست انجامش بدید. دراز بکشید و به خواب برید. این کار خیلی لذت بخشه اگه شما زیادی خسته باشید. به پشت دراز بکشید در حالی که دستایتون در امتداد بدنتون است. چشماتون رو ببندید. کاملا در همون حال باقی بمونید. شما باید بیدار بمونید. مغزتون به بدنتان پیام میفرسته که شما آماده خواب هستید. این سیگنال ها شامل تغییر حالت بدن، تمایل برای بستن چشما یا چرخوندن آنها می باشد. شما باید همه این حالت ها را بپذیرید. بعد از 20 تا 30 دقیقه شما احساس یک سنگینی در قفسه سینه می کنید. شاید صدای عجیب و نازکی هم بشنوید. حالا شما در یک خواب موازی هستید. اگر چشمانتان را باز کنید خواهید توانست که یک وهم یا دیدن رویا توسط چشمان باز رو شروع کنید. و حالا شما میتونید بدنتون رو تکون بدید. بدن شما حالا به طور کامل خواب است و شما آگاهید که دارید خواب میبینید. شما میتونید چشمانتان را ببندید و خواب ببینید و به صورت کامل آگاه هستید و خواهید توانست که خوابتان را کنترل کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. مرسی از همراهیتون.